سلام، صبح بخیر. امروز اولین جلسه تراپیمه. نمیدونم قراره چجوری پیش بره، قراره خوشم بیاد یا نه. فکر کنم کلا 3 ساعت یا 4 ساعت خوابیدم. بعد واقعا نمیدونم که چی میخوام بگم، یعنی کلی چیز هست که میخوام بگم، ولی واقعا خیلی سخته تصمیم بگیرم چی بگم. از مشکلات خانوادگی بگم، از مشکلات کودکی بگم، از میونه این همه مشکل من کدومو انتخاب کنم. بعد الان یه مشکلی که من دارم اینه که دکتری که انتخاب کردم آقاه و احساس میکنم یکم قراره راحت نه، یکم معذب باشم. امیدوارم همین جلسه اول تشخیص نده که دو قطبیم و به هم بگه چرا تا حالا نیومد. و واقعا استرس اینو دارم که نکنه مثلا اوکی نباشه و من نتونم باش کنار بیام، چون حوصله این که دنبال یه آدم دیگه بگردم و اصلا ندارم. میخوام یه خط کش بکشم به تاکسیکی مشکلاتم. رندوم فکت یادم اومد که امروز 23 شهریوره و بقیه دوستان فکر کنم دارن میرن سر کلاس و دانشگاه و من فارغ التحصیل شدم. هر لحظه ممکنه تصمیم بگیرم که بخوابم و نرم. واقعا مردم میرن تراپی چی میگن؟ نمیدونم، شاید واقعا من دارم سخت میگیرم و نباید اینقدر سخت بگیرم. خب دیگه بچه‌ها بریم، فکر کنم دیگه وقتشه که با واقعیت‌های زندگیم روبرو بشم. فعلا